چهره جدید آریانا سعید بعد از جراحی صورت و بار دوم و سفر دوباره آریانا سعید به امریکا و اشتراک در محفل عروسی یک تن از هموطنان میلیونر ما در واشنگتن دی سی. چرا آریانا سعید دوباره چشمهای خود را جراحی کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند جوان، موفق و ناماشنای افغانستان که هنر موسیقی آریانا سعید نه تنها در افغانستان بلکه در میان فارسی زبانان تمام جهان از شهرت خاصی برخوردار است. آریانا سعید با آنکه سن زیادی ندارد ولی در هنر موسیقی افغانستان از جایگاه هنری خاصی برخوردار است. آریانا 3 بار منعیس داور و 1 بار منعیس یاور در برنامه‌های رقابتی تلویزیونی طلوع اشتراک کرد. آریانا سعید بعد از وفات خواهرش برای مدت 3 ماه از پرده رسانه دوری کرد و در آن زمان چشمهای خود را عمل جراحی کرد. آریانا سعید شبیه مردم کوریا و ژاپن شده بود که مورد انتقاد شدید از طرف علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفت. آریانا سعید به بار دوم چشمهای خود را عمل جراحی کرده است و خواسته مانند قبل شود و جدیداً آریانا سعید با نشر تصاویر در صفحات اجتماعی دوباره مورد حمایت مردم و علاقمندانش قرار گرفته است و این کار آریانا سعید را ستودند. آریانا سعید برای بار دوم در 1 هفته به امریکا سفر کرده است و در عروسی یک تن از پولدارترین افراد افغانستان که در امریکا چندین شرکت موترسازی دارد اشتراک کرده است و چندین آهنگ در محفل عروسی این هموطن ما اجرا کرده است. آریانا سعید بعد از سقوط رژیم حاکم در افغانستان نه تنها کنسرت برای علاقمندانش اجرا می کند، در محافل خوشی افغانها در سرتاسر جهان هم اشتراک می کند. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم و بالخصوص آریانا سعید. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.